ز من رنجیدنت آخر برای چیست؟ برداره عزیز همین گپای مرا هم بچه که کمی شعر خوندگی از من رنجیده هم دا برسونه مرا گوش که برای چیکا جون وزی دایم همین گپی تو همین شعری تو خایب ده ای تو یگانه آدم از زمین تا آسمان می نداری که اولش پروردگار دویمش مایم یگان ذات ترا نمیشناخت شریط دیگان کسان در کار نبود تا هم پیش ارزو رفتی اینترویو دادی باید یگان کس دیگه در اینترویو نمیدادی میبینیم در طور سری صاف قنفو چتا شعر خوندیسی این هم بعضش موز سوره در پد پیش که خودش آبرو نداره تی اینترویو دادیسی یا برای آبروی خطا میریزونی برای یگان آدمای در اینترویو بوده که اودیتورشون کلام باشه فهمیدی آبرو داشته باشن که تو یگان نمود رو خاطر زندگی تبری برای چیکار ترا دیم برو برای خیلی خایب زدنت با مگرم پیش یکت بیا یگون چی پیریدومت کنم این شانسی که اوزی داته بود این شانس تو уже айдас زودی برای چیکار فهمیدی برای که این همیشه صاف مسور پسور درافتی اینجا لالا شعر خوندیسی اونجا خوندیسی باور کدا اینجا ایدین سنیاکت مقصد کی برای چیکار جون همی گپایی که من ترا گفتم همیارو من ترا کاگ ادوشی گفتم که شتو بیتام که برای یک برادرمون برای یا ایسوسو زندگیش پیش برای ما خرسندیم هیچ وقت ابدی کس نیستیم نو کم در نگاه که ایسوس تو دای سوهن ناوی توضیح نمیدونی و یا ترا استفاده میبرن فهمیدی برای پرسموتر شده برای لایک شده یا خشنیش همیتا فهمیدی در جون این سوهر ما بسیار دیگه ما برای کروگ دیگه با خدای قسم میبدیم میدیدیم میریدی برای چیکار نو ما شانس ایده زوده می آمدیم غریب شدیم در مون سرکور کردیم با همون خاطر تو نره هر مون سرپسور در اینترویو نته زندگی تا بر فکر که باید خطی کی بشینی که جو برای خطی کی یا آدم بشی یا آدم در اینترویو بته که یک کس بشناسه یک کس باید حرمت کنه که ایروی باید ترام حرمت کنه فهمیدی برای چیکار جون زنده و سربلند باشی یا اونگا پی پس گفته باشی